5 سال پیش شناگر حرفه‌ای تیم بودم. ولی من وقتی ذات واقعی این آدما رو شناختم شروع کردم همه چی رو کردن. ارزش ثبت کردن داره و اون دعوای بزرگی که بهتون گفتم بالاخره میادش. دوستان سلام. به یه 60 ثانیه دیگه با من خیلی خوش اومدین. امروز میخوایم حواشی درگیری عسل و کیمیا و عذرخواهی یاشار و همچنین صحبت‌های فرناز درباره هیت ها رو بررسی کنیم. پس دکمه سابسکرایب رو بزنید و تا آخر این پستم با من همراه باشید. بعد از درگیری دیشب بین عسل و یاشار و کیمیا، فضای مجازی پر شد از هیت به کیمیا به خاطر توهینش به عسل و هیکلش. البته یاشار هم این وسط از کیمیا حمایت نکرد و پشت عسل در اومد. یاشار بعد این اتفاقات تو استوریاش از عسل و معین معذرت خواهی میکنه. اون نوشته بچه‌ها معین و عسل دوستای منن. تو قسمت بعدی بابت اعصاب خوردیم ازشون عذرخواهی کردم. من هیچ وقت تو زندگیم نه تنها به هیچ همجنس خودم چه برسه دیگه به یه خانوم نه جسارتی کردم و نه بحثی کردم. اونجا هم یه سوء تفاهمی پیش اومد که تو 2 قسمت بعد میبینین. همه کسایی که منو از نزدیک میشناسن میدونن از خودم آرومتر و احترام گذارتر خدا شاهده که نمیبینن. اون ویلا از شما یه دیوونه میسازه. به جون خودم و اینکه معین و عسل مثل خانواده برای منن. مطمئن باشین اگه دوتاشون منو ذاتمو نمیشناختن الان دوستای من نبودن. نه اینکه هر روز با هم حرف بزنیم. من اونجا تو ویلا بابت سوء تفاهم پیش اومده عذرخواهی کردم ازشون و بازم لازم بود اینجا هم بگم. من هیچ جسارتی به عسل خانم نکردم و خودشون کامل در جریانن. دوستشون دارم زیاد. اما کیمیا که به گفته عسل از اول معینو میخواست، درگیری هاشو با اون به خارج برنامه هم کشونده و گفته عسل بهش گفته شما عرضه نداشتین که خودتون نبردین. کیمیا که به هیکل عسل هم کلی هیت داده بود، همین هیت ها رو سر هیکل خودش هم دریافت میکنه. مخاطبا گفتن تویی که تازه 1 ماه ورزش رو شروع کردی چرا به یه ورزشکار حرفه‌ای میگی زمخت؟ من میگم سطح تفکرتون رو ببرین بالا. درسته هممون جهان سومی هستیم ولی دیگه طرز فکرتون جهان سومی نباشه. مثلا هر کی میره باشگاه داره که تقلید میکنه. من 5 سال پیش شناگر حرفه‌ای تیم بودم، اوکی؟ و اینکه بعدش هم جیم میرفتم 5 سال که نه 4 سال پیش و اصلا قصد ندارم یه کلم گنده بشه یا بخواد شبیه کسی بشه. پس آپدیت شید زشته. اما عسل بعد این قسمت با دیدن رفتارای آیدا و روژان تو کانالش مینویسه شیطونه میگه همه‌شون رو آنفالو کنم. عسل تو چند تا وایس در واکنش به کیمیا که گفته بود عسل از من میترسه که دور وایساده میگه من 2 برابر وزنت وزنه میزنم. اگه انگشتم بهت میخورد باید 6 تا ملق میزدی. بچه‌ها یه حقیقتی که هست دیگه همتون هم دارید میبینید. خود منم میدونم که 2 برابر وزن یه سریایی که تو فیلا بودن من وزنه میزنم. خب یعنی من نوک انگشتم اونجا به کسی میخورد میخواست 6 تا ملق بزنه، بعد زنگ بزنم مامان باباش که آره فلانی مثلا منو فلان کرده و اینا. ساده نباشید. فقط کافی بود من اونجا نوک انگشتم به کسی بخوره، بعدش میدید مثلا طرف میخواست چیکار بکنه. بعد اینکه زورشو داشته باشی و بخوای به کسی آسیب فیزیکی بزنی چیزی نیست که بخوای باش پوز بدی و فکر کنی مثلا کار خفنی. قشنگیش به اینه که تو اون آمادگی جسمانی رو داشته باشی، یعنی کاملا خودت هم واقف باشی به اینکه یعنی کاملا در جریان باشی که چه خبره. یعنی میدونی که من اگه این کارو بکنم چه اتفاقی میفته ولی این کارو نکنی به انتخاب خودت. و اینکه کلا این داستان خشونت فیزیکی و اینا رو یکم پاک کنید از ذهناتون. اینکه مثلا هر چیزی میشه چرا طرفو نزدی، چرا فلان نکردی و اینا. بچا ما الان تو چه سالی داریم زندگی میکنیم؟ سال مثلا عهد بوقیم که مثلا هر چی میشه بیافتیم به جون همدیگه رو بزنیم یا نمیدونم سری زور بازمون رو به طرف نشون بدیم. با یه نگاه هم مشخصه که مثلا چه خبره دیگه. چه نیازی است که مثلا طرفو بزنی یا مثلا آسیب جسمی بهش بزنی که مثلا بگی چی من از تو چیزترم مثلا بالاترم. حالا کاری کلا به داستان امشب تنها کسی که من می‌خواستم اونجا بزنمش واقعا اینکه انقدر ثبات ندارم. تنها کسی که اونجا لیاقتش این بود که چیز بشه، یعنی دایاک بخوره واقعا آسیب جسمی بهش برسه، مینی لاشخور بود. یعنی پیرمرد 50 سانتی بود. وگرنه من کلا طرفدار چیز نیستم، خشونت فیزیکی نیستم. بچه‌ها شما هم نباشید، سعی کنید با زبونتون کاری که باید انجام بدید. و دیگه همونجوری که دارید میبینید تو قسمت امشب دیگه اون شخص رو خدا زده، یعنی اصلا نیازی نیست به دستکاری شما. ان شاءالله که طلب آرامش درون. چی بگم والا. عسل در ادامه میگه انقدر همه چی واضحه دیگه نیازی به توضیح نمیبینم.
به فالوورام افتخار میکنم که انقدر سطحشون بالاست. اصلا به اندازه شما هم منم دوباره این قسمت رو میبینم، باور کنید منم عصبی میشم. حتی دوباره اون چی میگن، اون فشار، اون چیزی که داشتم به خودم میآوردم که خودم رو کنترل کنم، باز اون هنوز تاثیرش روم هست. یعنی باز همونقدر عصبی شدم، ولی خب اصلا دیگه ارزشش رو نداره. همونجوری که میبینید دیگه خیلی چیزا واضحه دیگه، اصلا ارزشش رو نداره که بخوایم دوباره راجع به صحبت کنیم. شما هم خودتون اذیت نکنید بچه‌ها. من واسه اینو بهشون بگم، من واقعا به فن خودم افتخار میکنم، چون حتی کسایی که یعنی دوست دارم، من فنم حالا کلمه درستی نیست، من دوست ندارم مثلا این کلمه رو، ولی کسایی که منو دنبال میکنن من حتی بهشون افتخار میکنم، چون حتی کسایی که منو دنبال میکنن از نظر شخصیتی انقدر متفاوتن که همین دیگه واقعا خدا شکر میکنم، چون میبینم رفتارتون. کسایی که مثلا چند نفر که منو فالو دارن و مثلا اکثرا بهم چیز میدن، پیام میدن و اینا رو، من حافظه تصویریم خوبه ولی خب حافظه حرفیاتیم خوب نیست. میبینم مثلا مسیجاتون و اینا رو، ولی خب بازم صد رحمت به شما، یعنی حواسم هست دارید چیکار میکنید. ولی خب واسه امشب دیگه بس دیگه بچه‌ها، لطفاً این بحثو کلا ادامه ندید، کلا نذارید شما هم شبیه اونا بشید. منظورم اینه اگه شما هم بخواید مثل اونا رفتار کنید و در اون حد لولتون رو بیارید پایین، فرقی با اونا نداره. حالا مهم خیلی چیزی بهتون بگم، 100 دارم حرف میزنم منتظره. آخه میگم مثلا میگن چرا وایس ما این هم که مدتیه پیش عسل تو کانال عسل میگه اگه من چیزی نگفتم و دخالتی نکردم واسه این بود که همه منتظر بودن من بپرم وسط دعوای دخترا. نه اون وایس خیلی طولانی شد. بله آقای میگن که چرا اونجا نزدی، فلان نکردی، چرا این کارو نکردی. خب اونجا که شما جای ما نبودید که، چرا میکروفون رو بگیم. میگم چرا شماها که اونجا جای ما نبودید. اولا که دیدید که الان فکر می‌کردن که مثلا من اومدم بین دعوای دخترا چیزی گفتم، منتظر بودن که مثلا من یه کاری بکنم بگیرن رو من. از اونورم عسل یه بار میکروفونش اتفاق واسش افتاد، کلی ازش پول گرفتن. خب یعنی اینجوری نبود که اصلا پول مهم نیست، ولی خب مثلا من برام مثلا پنجلی بزنم که چی بشه، بابت اون برام پول بدم، حداقل بابت یکی پول بدم که ارزش داشته باشه. اصلا به نظر من نباید این داستان خشونت فیزیکی کلا باید از فرهنگ ایران پاک شه، کلا باید چیز بشه. آخه خشونت نداره. مثلا چرا خشونت کنی وقتی که با صحبتی مشکلی حل کنی؟ چرا خشونت کنی؟ ببین آخه زدن هم آخه بازم نمی‌دونم، زدن یه چیزیه که همون زدن تو کسی رو میزنی که میدونی مثلا چی میگن، میتونه یعنی چیز منظورم آره هم قد قواری خودت باشه، میتونه مثلا ضربه که بهش میزنی. آخه مثلا به یکی که جمع 50 کیلو تو بخوای ضربه بزنی، خب خدا قدرش میگه. جدی دارم میگم، یعنی هرچی اصول خودشو داره بچه‌ها. خیلی از به قول یاشار خیلی از بودای مختلفی داریم چیزی. من اونجا میدونستم یه طرف داره اشتباه میکنه، وقتی میگم داره اشتباه میکنه من برم به اشتباهش دامن بزنم، من برم با یاشار دعوا کنم. خودش میدونست اشتباه کرد، بعدش من معذرت خواهی کرد. اون هم اومد اول از اصل معذرت خواهی کرد، بعدش از من معذرت خواهی گفتش که فکر کردم تو اومدی به کیمیا چیزی گفتی. گفتم من چرا باید به کیمیا چیزی گفتم؟ تو دختر دارن با هم دعوا میکنن، چرا باید چیزی بگم؟ غیر از نسه بله غیر از اینه. فقط ریاکشن بهش برخورد گفتم بله. فرناز هم به خاطر اینکه توی ویلا از عسل حمایت نکرد به شدت هیت گرفته که البته عسل هم حمایتی ازش نکرده و فرناز در جواب این هیتا نوشته خودتون میدونید من دوست ندارم راجع به برنامه و حاشیه‌هاش زیاد صحبت کنم و برنامه رو هم نمیبینم. سوال و حرف دیگه ای داشتین بپرسین، زمانی که لازم باشه حرفامو میزنم. تمام این انرژیای منفی که میفرستن به خودشون برمیگرده، پس ریلکس به زندگیتون ادامه بدید. فرناز تو وایس تلگرامش میگه بعد از فینال 4 که ذات کفتارا برام رو میشه و میگیرم روشون، نگران نباشید. پرسین پس کی تایمش میرسه که این کفتارا رو نمیدونم خرابشون کنی، پارهشون کنی؟ بهتون گفتم بچه‌ها هر روزی که اونجا ضبط میشد 3 قسمت بود و این 3 قسمت قراره تو روزهای مختلف پخش بشه. سر همون شما فکر میکنید که وای قراره خیلی طول بکشه. حالا بهتون میگم بعد از فینال 4 نمیدونم 1 روز بعدشه یا 2 روز بعدشه، دقیقاً یادم نیست، ولی دارم بهتون میگم که بعد از فینال 4 فقط یه ذره صبوری واقعا. یعنی من هر روز دارم ازتون مسیج میگیرم وای چرا اون موقع اون کارو نکردی، چرا اون موقع دعوا نکردی، نمیدونم چرا اون موقع نمیدونم کفتارا رو خراب نکردی. بچه‌ها شما خودتون بزنید جای من تو اون موقعیت، شما نمیدونید قرار بعدش چه اتفاقی بیفته، ولی من وقتی ذات واقعی این آدما رو شناختم شروع کردم همه چی رو کردن. فرناز تو ویدیو مسیجش هم میگه که دعوای بزرگی که بهتون گفتم به زودی سر میرسه. ما مجبوریم یه ذره صبر کنیم، نمیدونم چند قسمت دیگه دقیقاً، فکر کنم یه هفته 10 روز دیگه، ولی خب ارزش صبر کردن داره و اون دعوای بزرگی که بهتون گفتم بالاخره میادش. الان یعنی میگم واقعا این هیتا و اینا یه کوچولو اذیتم کرد، ولی همونجوری که بهتون گفتم اهمیتی نمیدم راجبش، ولی خب موقعی که اون دعوا رو ببینین همتون خوشحال میشین. دوستتون دارم. نظر شما راجع به این حواشی چیه؟ برامون کامنت کنید. در آخر مرسی که تا آخرین پستم همراه من بودین. لطفاً با لایک و کامنت و سابسکرایبتون از کانال ما حمایت کنید. همچنین زنگوله زیر این پست رو فعال کنید تا از پست‌های جدید ما هم با خبر بشید.